سلام. اگه تو تهران دنبال یه آزمایشگاه ژنتیک خوب می‌گردید، احتمالاً با کلی اسم و گزینه مختلف روبرو شدید و یکم سردرگم هستید. خب، این یه تصمیم خیلی مهمه که مستقیم روی سلامتی شما و خانواده‌تون اثر میذاره. ما اینجاییم تا این فرایند رو براتون ساده‌تر و شفاف‌تر کنیم. خب، سوال اصلی دقیقاً همینه. با این همه گزینه واقعاً باید از کجا شروع کرد؟ میدونید وقتی پای سلامتی در میونه، این دیگه یه انتخاب معمولی نیست. یه تصمیم فوق‌العاده حساسه و طبیعیه که آدم رو نگران کنه. هدف ما اینه که تا آخر این بررسی شما فقط یه لیست از اسم آزمایشگاه‌ها نداشته باشید. نه، می‌خوایم یه چارچوب فکری درست و حسابی بهتون بدیم که باهاش بتونید با اطمینان کامل بهترین تصمیم رو برای شرایط خاص خودتون بگیرید. بسیار خوب. بریم سراغ بخش اول. برای اینکه بتونیم درست انتخاب کنیم، اول به ابزار احتیاج داریم. بیایید با هم یه چک لیست کاربردی بسازیم که بشه مثل یه خطکش برای اندازه‌گیری کیفیت هر آزمایشگاهی. ببینید، کل ماجرا رو میشه تو این 6 تا نکته کلیدی خلاصه کرد. از تکنولوژی و تجهیزاتشون گرفته تا تخصص تیمشون، سرعت جوابدهی، هزینه‌ها و البته اینکه بقیه بیمارها در موردشون چی میگن. این 6 مورد رو تو ذهنتون داشته باشید. خب، اولین مورد تکنولوژیه. حواستون به اسمایی مثل NGS یا همون توالیابی نسل جدید باشه. این تکنولوژی ها مثل یه دوربین فوق‌العاده قوی هستن که با دقت خیلی بالا ژن‌های شما رو بررسی میکنن. این یعنی چی؟ یعنی تشخیص دقیق‌تر و سریع‌تر. یادتون باشه بهترین دستگاه‌های دنیا هم اگه دست یه تیم غیر متخصص باشه هیچ فایده‌ای نداره. پس حتما دنبال آزمایشگاه‌هایی باشید که تیم قوی و با تجربه‌ای دارن و مهمتر از اون مشاوره ژنتیک حرفه‌ای هم ارائه میدن تا نتایج رو براتون کامل توضیح بدن. میدونید اون دوره‌ای که آدم منتظر جواب آزمایشه میتونه خیلی پر استرس باشه. این زمان بسته به نوع آزمایش شما از 3 روز کاری تا حتی بیشتر از 10 روز ممکنه طول بکشه. پس حتما همون اول بپرسید که جواب آزمایش شما دقیقاً کی آماده میشه. خب، حالا که این چک لیست 6 مرحله‌ای رو تو ذهن داریم، وقتشه بریم سراغ چند تا از آزمایشگاه‌های خصوصی معروف تهران و ببینیم هر کدوم تو کدوم یکی از این معیارها قوی‌تر عمل میکنن. اول از همه آزمایشگاه ویرا. اگه بخوایم ویرا رو توی یک کلمه خلاصه کنیم، اون کلمه تکنولوژی و تنوع هست. از آزمایش‌های پیش از تولد مثل NIPT گرفته تا تست‌های خیلی تخصصی برای درمان سرطان، ویرا معمولاً یه راهکار پیشرفته داره. انجام موفق بیش از 20,000 آزمایش هم نشون دهنده اعتبار بالای این مرکزه. گزینه بعدی آزمایشگاه واتسونه. شهرت اصلی واتسون به خاطر درصد موفقیت خیلی بالا تو تشخیصه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از پزشکا وقتی به یه جواب قطعی و 100% احتیاج دارن، بیمارشون رو به واتسون ارجاع میدن. همین دقت بالا باعث شده که از کشورهای همسایه هم بیمار داشته باشن. خب، حالا بریم سراغ یه اسم متفاوت. آزمایشگاه دکتر زینعلی. اینجا داستان یکم فرق میکنه. چون این آزمایشگاه در واقع بخشی از یه مرکز تحقیقاتیه، تمرکزش روی موارد پیچیده و پژوهشیه. اگه با یه بیماری ژنتیکی نادر یا یه کیس خیلی خاص طرف هستید، اینجا میتونه یه گزینه خیلی تخصصی باشه. و اما تهران لب، برگ برنده اصلی تهران لب راحتی شماست. خدماتی مثل نمونه‌گیری در منزل، نوبتدهی آنلاین و قرارداد با اکثر بیمه‌ها باعث میشه که کل فرایند آزمایش برای شما خیلی ساده‌تر و کم استرس‌تر باشه که این خودش یه مزیت خیلی بزرگه. پس اگه بخوایم یه مقایسه سریع بکنیم، اینجوری میشه. اگه آزمایش شما خیلی خاصه و به جدیدترین تکنولوژی روز دنیا نیاز داره، شاید ویرا گزینه بهتری باشه. اما اگه اولویت اولتون یه جواب قطعی و یه تشخیص فوق‌العاده دقیقه، واتسون سابقه درخشانی تو این زمینه داره. خب، تا اینجا فقط از آزمایشگاه خصوصی گفتیم. اما صبر کنید، گزینه‌های شما به همینا محدود نمیشه. بخش دولتی هم مراکز خیلی قوی و تخصصی داره که حتما باید در نظرشون بگیریم. مراکز دولتی مثل رویان یا انستیتوت پاستور معمولاً توی یه زمینه خیلی خاص تخصص فوق‌العاده‌ای دارن. مثلا رویان تو زمینه ناباروری حرف اولو میزنه. مزیت بزرگشون تعرفه‌های دولتی و هزینه پایین‌تره، اما خب در عوض ممکنه با زمان انتظار طولانی‌تر یا فرایندهای اداری پیچیده‌تر روبرو بشید. پس می‌بینید گاهی یه خدمت به ظاهر ساده، مثلا اینکه آزمایشگاه تو خونه ازتون نمونه بگیره یا اینکه با بیمه تکمیلی شما قرارداد داشته باشه، میتونه تو تصمیم گیری نهایی شما به اندازه اسم و رسم اون آزمایشگاه مهم باشه.
این جزئیات رو دست کم نگیرید. خب تا اینجا معیارها رو شناختیم، گزینه‌های مختلف دولتی و خصوصی رو هم بررسی کردیم. حالا میرسیم به اون عاملی که برای خیلی از ما حرف آخر رو میزنه، یعنی بحث هزینه. بازه هزینه‌ها واقعاً گسترده است. از حدود 2 میلیون تومان برای یه سری آزمایش‌های ساده شروع میشه و برای آزمایش‌های خیلی پیچیده و پیشرفته ممکنه به 20 میلیون تومان یا حتی بیشتر هم برسه. یه توصیه خیلی مهم: قبل از انجام هر کاری حتما قیمت دقیق و نهایی آزمایش خودتون رو بپرسید و مطمئن بشید که بیمه‌تون چقدر از این هزینه رو پوشش میده. این کار از غافلگیری‌های ناخوشایند مالی جلوگیری میکنه. و همه اینها ما رو به یه نتیجه کلیدی میرسونه. چیزی به اسم بهترین آزمایشگاه ژنتیک به طور مطلق وجود نداره. بهترین آزمایشگاه برای شما اونجاییه که دقیقاً با نیاز پزشکی، بودجه و اولویت‌های شخصی شما جور در بیاد. هدف ما هم از این بررسی دقیقاً همین بود که به شما ابزار لازم رو بدیم تا بتونید خودتون به این سوال مهم جواب بدید. حالا شما میدونید که چه سوالایی باید بپرسید و چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرید تا بتونید با اطمینان کامل درست‌ترین مسیر رو برای سلامتی خودتون انتخاب کنید.